ماجرای تنگه هرمز و پیشنهاد شگفت‌انگیز کارشناسان چیست؟ در حالی که دریافت عوارض از تنگه هرمز توسط ایران قطعی شده است، کارشناسان بیمه کشتیرانی را به جای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح کردند. آنها میگویند ایران با تأسیس شرکت بیمه دریایی که در جهان مرسوم است، امنیت کشتی‌های عبوری را تضمین کند و از این راه در تنگه هرمز درآمد کسب کند، چرا که اخذ عوارض دریایی توسط ایران با موازین حقوق بین الملل همخوانی ندارد و در دراز مدت ایران با فشارهای سیاسی روبرو خواهد شد. اما در مقابل بیمه دریایی مشروعیت بین المللی دارد و ایران به عنوان کشوری که امنیت کشتی ها را تأمین می کند ظاهر می شود، نه کشوری که تهدیدی برای کشتی هاست. در صورتی که بیمه دریایی اجرا شود، طبق برآورده های اولیه درآمد سالانه ایران از تنگه هرمز 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود.